صبحتون بخیر. دوستان ما در جریان راپارین کردآور سربخو کامنت هایی رو از شخصی که تعقیب میکنن دیبیت های راپارین رو برای من فرستادن که لازم دیدن من پاسخی به کامنت های ایشون داده باشم. ظاهرا شخصی به اسم آقای ابراهیمی، هچ ابراهیمی یا خیام ابراهیمی، به صورت مداوم مسائلی رو طرح می کنند و از آنجایی که ما عادتاً هنگام دیبیت هامون پاسخی به کامنت ها نمیدیم مگر ضروری باشه، اینه که بعداً پاره از این کامنت ها اگر از منظر دوستان واجب تشخیص داده بشه برای پاسخگویی، ما پاسخی به این کامنت ها میدیم. ببینید، آقای به اسم خیام ابراهیمی در کامنت های متعددی که دیبیت های مختلف رو منظور داره به یک مسئله اشاره میکنه. من از بابت دیلی یا کند بودن سرعت دیبیت پوزش میخوام، به خاطر اینکه دمدمای صبح و من مشغول کاری بودم و مجبورم الان این دیبیت رو داشته باشم و همین خاطر سعی میکنم کنترل والیوم صدامو داشته باشم که خیلی بلند نباشه. خب از این حواشی که بگذاریم، برگردیم به کامنت آقای ابراهیمی. پروژه میدانی عملی، علامت سوال، یا پروسه انتظار غیر علمی. از تئوری تا عمل، از حاشیه تا تحول بنیادی متن و مبانی ادبیات مبارزت، در پرانتز تخریبگری پراکنده بدون نتیجه یا سازندگی وحدت بخش مردمی با نتیجه. مردم بدون هدایتی معنادار و بدون نقشه راه چگونه میتوانند پیروز شوند؟ آیا سخن پراکنده به مردم غیر تشکیلاتی میتواند به سامان منجر شود؟ و یا باید با سازماندهی و استراتژی و تاکتیک و نقشه‌راهی علمی رفتار کرد و جدا جدا با مردم سخن نگفت؟ چگونه میتوان در نبردی نابرابر و بر اساس تضاد منافع و ادبیات سلبی حذفی پیروز شد و مردم را ملامت کرد؟ این در حالی است که راه تحول بنیادین در عرض 1 ماه وجود دارد، اما منابع تریبون ها چیز دیگری میخواهد. ببینید، من تمام کامنت رو خوندم به خاطر اینکه تیکه به تیکه این کامنت بایستی بهش پاسخ داده بشه و این وقت زیادی رو از این دیبیت خواهد گرفت. ابتدا من مشخص کنم موضوع رو ما اصلا نمیفهمیم در کدام کنتکست با آقای ابراهیمی داریم صحبت میکنیم. آنچه که ما ازش به نام تحول صحبت میکنیم، ایشون میفرمایند که راه تحول بنیادی در عرض 1 ماه وجود دارد. از منظر آقای ابراهیمی تحول بنیادی چیست؟ آیا تحول بنیادی منظور گذار از جمهوری اسلامی و کانسپت جمهوری اسلامیه؟ منظورشون تایتل و روایتیه که نظام سلطه‌ای که بر سرزمین ما حاکم است رو بایستی عوض کنیم که شیوه رفتارش عوض بشه. این با تغییر نام، خوب و ماهیت
ظاهری نظامه، یعنی روایتش رو عوض کنیم. مثلا ما بیایم اونطوری که روایت شاهنشاهی 2500 ساله رو در انقلاب 57 مثلا انقلاب کردیم و این رو عوض کردیم به جمهوری، شاهنشاهی تبدیل شد به جمهوری بعد از نوع ولایت فقیهی شیعیش. حالا آیا ما میخواهیم یا فکر میکنیم که ما یک ورژن دیگه هم از نظام های حکومتی داریم که مناسب ماست، برای جامعه ما درسته، خانایی داره و ما میخوایم به این میگیم تحول بنیادین. خب تازه روی کرده به این تحول بنیادین اگر اینطوری باشه، آنچه که برای مردم تبلیغ شده طی سالهای گذشته در ذهن مردم نهادینه شده است، مدل دیگری است به نام دموکراسی سکولار. این دموکراسی سکولار رو شما میتونید سوار بر هر نوع ساختار حکومتی اون وقت بکنید. ریاست جمهوری مادام العمر، نظام سلطنتی مشروطه، نظام امپراتوری. اگر منظور از تحول بنیادین اینه، ما فکر نمی کنیم که این تحول بنیادینه. ما فکر می کنیم آنچه که شما متصورید به نام دموکراسی سکولار یا سکولار دموکراسی، جمهوری اسلامی، یعنی نظام سلطه، این سلطه کورپوریشنی که هیچ ربطی به ملتی ندارد، تبلور روح ملی هیچ ملتی نیست، صرفاً یک کورپوریشنه که بر این سرزمین ما حاکم شده. این آیا تحولی درش میشه؟ یعنی اینکه این روایت جمهوری اسلامی عوض میشه؟ ما معتقدیم که بیت رهبری و سپاه پاسداران در راستای این تغییر هستند. ما معتقدیم که کورپوریشن ایرانی بخشی از این نظام سلطه جهانی است. ما فکر نمی کنیم که جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا در تضاد و دشمنی است. ما فکر نمی کنیم ایالات متحده آمریکا قصد دارد که روایت جمهوری اسلامی را براندازی بکند، متلاشی بکند. ما اصلا اینطوری فکر نمی کنیم و دلایل خودمون رو هم ارائه دادیم. پس ما در همین تحول بنیادین اولش ظاهرا بایستی بفهمیم که آیا زبان همدیگر رو میفهمیم یا نمیفهمیم. منظور ما از این تحول بنیادین چیست؟ چه مقدار ما درک از تحول بنیادین داریم؟ اما آنچه که تا حالا، همونطوری که شما در کامنت قبلیتونم فرموده بودید که این شما نبودید بار اول، کسان بسیاری بودن، من هم منکر نیستم، کسان بسیار امکان هست بوده باشن من ندیده باشم، امکان هست که بوده باشند یا هستند اما دم فرو بستند. آنچه که برای ما واضحه، ما متن کسی رو کپی نکردیم، حرفایی هم که میزنیم تو هیچ کتابی نیست. منظورم این نیست که ما از داده های کسی استفاده نمی کنیم. منظورم این نیست که ما از متون دیگران استفاده نکردیم، از متون ادبیات جهان، از تاریخ، از فلسفه، از جامعه شناسی استفاده نکردیم. چرا؟ ما این کارها رو کردیم، اما این کارها رو سعی کردیم بر اساس خوانشی که از خودمان داریم، دانایی که بر وجود خودمان داریم در مورد سرزمین خودمان، از نظر یک نگاه کریتیکال و انتقادی پرداختن به ساختار جوامع غربی و حرکتی که می کنند در القاءاتی که به جوامع دیگری دارند. ما اینها رو بررسی کردیم. ما ثمره تفکر فلاسفه غرب رو، سیستم حکومتی، نظام سلطه‌شون و فلسفه اخلاقشون و فلسفه سیاستشون رو ازش استفاده کردیم و استفاده هم خواهیم کرد و اصولا هم معتقدیم که دانش از آن همه بشریته و
نهادهایی که دست انسانهای مختلف هستند خیلی پربارتر، قدرتمندتر هستند. این باورها رو داریم. اما چرا روایت ما فرق میکنه؟ ببینید دوست عزیز، من فکر میکنم شاید تاریخ مبارزات سیاسی و انسانی من به اندازه شناسنامه شما نباشه، شاید هم برابر باشه، اما آدم یک کاری رو که بسیار میکنه درش تبحرم پیدا میکنه. ما سالها کارمان انقلابیگری بود و بایستی ما میتونستیم گذار کنیم، جهش داشته باشیم و بایستی درک میکردیم بعد از این همه بهایی که پرداخت کردیم داستان کجاست. ببین دوست عزیز، من نمیدونم شما به چی وحدت میگی و ما کی و کجا وحدتی داشتیم خودجوش بدون هدایت دیگران. ما اگر به ابتدای ساختار دولت و کورپوریشن ایرانی بر بگردیم، این کورپوریشن رو انگلیسی ها حاکم میکنن بر این جامعه. آقای رضاخان پهلوی رو اینها میارن، اینها ساختار تعریف میکنن، اینها به قول خودشون دولت میارن، نظام مدرن میارن. روایت بعدی هم روایتی است که ایالات متحده آمریکا داره هدایت میکنه. ما 3 روایت داریم تا نابودی کامل مردمان این سرزمین. 3 روایت از کورپوریشن ایرانی: روایت شاهنشاهی، آریا مهری 2500 ساله کوروشی، روایت شیعه اثناعشری ولایت فقیهی که هر کدوم از اینها کارکردی داشت. کارکرد اولی درست کردن یک شناسنامه جعلی تاریخی برای ساختن آنچه که بهش گفتند مردم، با مدلی که از فرانسه میخواستن تقلید کنن، دولت ملت خواستن بسازن. لذا یک ملت درست کردن، یک شناسنامه تاریخی براش جعل کردند، یک سلسله متداوم پادشاهی براش تعریف کردند و سعی کردند که این ادبیات رو توسط نظام آموزش و پرورش در ذهن نسل‌های نورس بذارن و سعی بکنن با پروژه‌های مختلف این روایت رو جا بندازن. لذا شما شاهد جنبش پروژه مترجمان هستی. پروژه مترجمان یعنی چه؟ یعنی این کورپوریشنی رو که انگلیس ساخته بود ساپورت مالی میکرد کسانی را که زبانهای خارجی یاد میگرفتن و بایست اینها میامدن داستانهای شیرین، متون مختلف رو به این زبان که قرار بود بشه تبدیل بشه به بنمایه هویتی اتنیکی مردمانی به نام زبان فارسی. اما خب در یک گذار هیچ وقت این زبان فارسی تبدیل نشد به هویت مردمانی و لذا آنچه برجسته ماند به نام ساختار دولت ایرانیت بود. سوال پیش می آمد که ایران بود، ایرانیت چیست؟ به کی ایرانی میگن؟ به هر رعیتی که تحت ساورنتی کورپوریشن ایرانی باشد، ما یملکی که تحت تملک کورپوریشن ایرانی باشد به او ایرانی میگویند که به شناسنامه ایرانی دادند. ایرانیت یعنی عضویت در کورپوریشن ایرانی. ایرانیت یعنی محصول کورپوریشن ایرانی بودن. ایرانیت نه به معنای انسان است، ایرانیت به معنای پروداکت در انقیاد نظام سلطه ایرانی است. حالا به
دهه 50 که میرسیم روایت دوم این کورپوریشن آغاز میشه. ببین اون داستان انقلاب مشروطیت یه چیز خنده‌داریه. تو به یک چیزی انقلاب میگی و خواست مردمی میگی و یک تاریخ براش جعل میکنی با تمام عکس های فیک جعلی ساخته شده ای که داره گزارش میده از تسخیر خوانین، یعنی به نوعی طبقات اشراف، تسخیر پایتخت پادشاهی که نه ارتش داره، نه قدرت داره، نه ثروت داره، هیچی نداره. من اصولا نمیفهمم پادشاهی که در تهران نشسته و این پادشاه اسلحه نداره، پول نداره، ارتش نداره، چه دلیلی داره عده‌ای بروند و این شاه رو وادار به تسلیم شدن و مشروطه بودن بکنند؟ این خنده داره. قوانینی که قدرت دارند، نیروی نظامی دارند، اسلحه دارند، پول دارند، میتونن پادشاه رو دستگیر کنن، میتونن پایتخت رو تسخیر کنن. چرا بایستی ما بپذیریم این شاه انسان مستبدی بوده است که اون وقت نیازمند به انقلاب مشروطه باشیم؟ شما ظاهرا انسان فاضلی هستید، انسانی هستید که حداقل طرح پرسش میکنید، انسانی هستید که حداقل دوست دارید تحولی درست بکنید، حداقل میتونید این رو پاسخ بدید. من چرا اینها رو میگم؟ به خاطر اینکه شما بدانید آنچه که ما در این جریان انقلابی خودمان، شاید کلمه انقلاب یا مفهوم انقلاب مفهوم ناکارآمدی است. ما میخواهیم زیر و زبر بکنیم، ما میخواهیم بنیان نظام سلطه را در هم بکوبیم و انقلاب یک صورت خیلی کارتونی رقیق پیدا کرده تحت نظام سلطه جهانی، یعنی قدرت از دست عده‌ای به دست دیگری با روایت دیگری رفته و اصولا یک چیز مضحکی از آب در آمده. اما از آنجایی که ما تحولات اجتماعی جدی نداشتیم، در نتیجه نتونستیم به اندازه تحولات اجتماعی، انسانی، فرهنگی جدیمون در دنیایی که بهش پرتاب شدیم مفاهیمی باب پویایی و مبارزات خودمون بسازیم یا درست بکنیم. منم که میخوام ایجاد ارتباط بکنم با مردم مجبورم از دم دستی ترین مفاهیمی که به کار برده شده استفاده بکنم. بعضی موقع ایجاد سوء تفاهم میکنه، من مجبور میشم بیشتر توضیح بدم. به همین خاطر ما بایستی بفهمیم که ما به چی داریم تحول بنیادین میگیم. ببینید این جامعه ای که جامعه ما بود بایستی برش نظامی حاکم میشد که بر مردمانی حکومت بکند. خب ما زندگی شهرنشینی آنطوری که شما امروز دارید تجربه میکنید رو نداریم. شهرنشینی یک پدیده متأخره به صورت کپی که ما از اروپایی ها کردیم. شهرنشینی در سرزمین ما موجود بود، اما شهر در زبان ما به منطقه تحت نفوذ ایلات بزرگی گفته میشد که تحت فرماندهی سران ایلات یک جایی رو مرکز قرار میدادن و این گستره جغرافیایی که درش دههای مختلفی ساخته میشد، هر کدوم از اینا چراگاه داشتن، زمین قابل کشت داشتن، همه مجموعه‌ای وابسته به این ایل بودند. ما وقتی میگفتیم شهر مثلا جوانرود، منظورمون این شهری که امروز بهش میگن جوانرود نیست، منظورمون دامنه و گستره است که تا شهر زور میره در کردستان عراق، از اون ور تا کناره های دالهو هست و از این ور تا گردنه پلنگانه و از اون ور هم تا نزدیکی های شهر روانسر. به این منطقه شما میگفتید جوانرود، یک جغرافیای بزرگی که
طوایف و عشایر مختلفی تحت نام یک ایل داشتن یک زندگی شهری میکردن با نظم خاصی که من بعدا بهش میپردازم. پس این شهرنشینی یک پدیده متأخری بود. این شما بایستی وقتی یه کورپوریشن میسازی بایستی یه مراکزی داشته باشی که برای این مردمانی درش باشن که بتونی براشون حکومت بکنی. این مردمان براشون بازار بسازی، بتونی که مراودات بازرگانی درست بکنی، تجارت درست بشه، تولید کالا درست بشه، مبادلات درست بشه، بعد بتونی پول براش درست بکنی، انباشت ثروت بکنی و خیلی کارهای دیگری تا تو بتونی بگی که من حکومت دارم. خب تو نیاز داشتی که مردم رو از موطنشون، سرزمینشون، زمینهاشون، چراگاهاشون در یک جایی تجمع بدی به صورت اردوگاهی. فاز اول آقای رضاخان رو میارید. آقای رضاخان به یمن پول نفت شرکت انگلیسی ایرانی میتواند عده‌ای را به نام قزاق اجیر کند، بعد ارتش بسازد و با خداهای مختلفی در برابر یک سری مقاومت ها بیسته و در هم بشکنه و شکست خوردگان رو کوچ بده، جا به جا بکنه. کوچ های عظیمی که به اصفهان میشه، از اصفهان به جاهای دیگری میشه. شما روند تاریخی رو میتونید دیگه. بالاخره اون میتونه یک بنیانهایی رو درست بکنه برای ایجاد کورپوریشن. آنچه که شما بهش میگید زیر ساخت، دانشگاه، بیمارستان، مدرسه، درست کردن شهر، شهرسازی، کوچاندن مردم ایلات و عشایر و اینها و درست کردن این وضعیت اردوگاهی در سرزمینی که هیچ رشد طبیعی این شکلی که دول غربی بر اساس استعمار کردند نکرده. شما با این گذار 50 ساله حکومت پهلوی در این جامعه وقت برمیخوری به داستان دوم. هنوز که هنوز پیوندهای اجتماعی محکمی فیما بین مردم موجوده، علی رغم دستکاری ها، روایت ها و داستان هایی که در ذهن این مردم با تمام قدرت کردند، علی رغم در دست گرفتن و چاپ چیزی به نام پول کاغذی با پشتوانه نفتی که امروز استخراج میشه و فروخته میشه و کالایی که تو میتونی در اثر ترانسپورتیشن ارزون و آسون توزیع بکنی و یک لایف استایل دیگری رو عرضه بکنی. اما پیوندهای اجتماعی عمیقی وجود داره. جامعه مقاومت میکنه. زنان بار سنت و فرهنگ رو بر دوش میکشن. غالبا مدرسه نمیرند تا ذهنیتاشون رو عوض بکنن. چرا؟ چون معتقد نیستن که زنان بایستی مدرسه برند. با کدام روایت میشد پیوندهای قومی، خیشی، ایری، عشایری رو در هم کوبید؟ چطور میشد در هم بکوبید؟ چطور میشد که جامعه رو به سمت و سوی سوق بدی که درش دیگه بنیان خانواده، بنیانی لرزان، بنیانی منفور، ترد و دموده بشه؟ این فقط با یک روایتی که میتونست قدرت روحانیت سنتی دینی رو هم کمتر بکنه. این روایت دینی بود. شما تحت نام روایت جمهوری اسلامی از این سلطه کورپوریشنی جودو کریستیانیتی بر سرزمین ما به کجا میرسیدید؟ به اینجا میرسید که یک روایت اسلامی میارند. این میگه که من نمایندگی اخلاق رو بر عهده دارم و من حافظ اخلاق
دینی هستم در جامعه و اصولاً وقتی حکومتی به نام قدرت و به نام پدر همون نقشی رو که برای پدر تعریف میکنن به حکومت بدن میدن و مردم تبلیغ میکنن که حکومت پدر مردمه، ملته. این وقتی انحصار اخلاق دینی رو در دست میگیره، مردم اولین کاری که میکنند اینه که خب اعتماد میکنن، دخترها به مدرسه میرن. وقتی دخترها به مدرسه میرن، شما از دوران ابتدایی تا دبیرستان، همون زمانی که من شما مثل دارن درس میخونیم، ما تفکیک مدارس پسرانه و دخترانه داریم. اما برای شما جالبه که ما در اوج تلاطمات جنسی و بلوغ جسمی جنسی که سن 17-18 سالگیه، در دانشگاه با دختر خانوم ها قاطی می شدیم و آن چیزی که اتفاق افتاده است دارید می بینید دیگه. اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی، روایت جمهوری اسلامی از این کورپوریشن به خوبی مأموریت خودش رو انجام داد. بنیانهای عاطفی، کمیونیتی های طبیعی که به درازای تاریخ ساخته شده بودند، پیوندهای خونی رو از هم گسست و نابود کرد. مشتی انسان منفعت طلب، انسانهای اخلاق مداری که بر اساس سنتهای خودشون با یک سری مناسک با هم پیوندهای عمیق اجتماعی داشتن رو درشون طمع رو فربه کرد. روایت پول کاغذیش و در انحصار گرفتن این پول و مردم رو از زمین تاراندن، مردم رو خلع مالکیت کردن، مجبورشون کردن به روی آوردن به دلالی و کارمندی و این چیز هم موفق شدند به بهانه جنگ و جنگ با اپوزیسیون و روستایان بیشتری رو کوچ دادن، زندگی روستایی رو وابسته کردن، روستا از تولید افتادن. حالا پیوندهای عاطفی رو از بین بردن، بنیانهای عقیدتی مردم رو ضایع کردن. آنچه که رواج پیدا کرد منفعت طلبی، خودخواهی، نرسیسیسم عمیق، طوری که تو میخوای گرگ باشی و دنیا رو پاره کنی. اینجا اخلاقی اصلا موجود نیست، اصلا مسئولیتی در مقابل جامعه احساس نمیشه و ناگهان این حالا وارد فاز سوم میخواد بشه، استقرار کامل. مثل این جمهوری های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و اینای فرانسه هست. فاز سوم روایت رو کلن عوض میکنن. روایت اینه، خب یه زمانی ادعا میکردن این سرزمین از آن ملتی است به نام ملت فارس و به این سرزمین در درازای تاریخ میگفتن ایرانی. ایرانی هم یعنی انسان پاک سرشت راستگو. هر کسی هم راستگو و پاک سرشت نباشه ان ایرانیه و اون دیگری ماست. این یک کانسپت کامل مذهبی بود که مشروعیت میداد به فرح ایزدی و پادشاه و از این حرف، از این روایت هایی که آورده بودن هیچ اثباتی هم نمیتونستن ازش بکنن. صرفا مش داستان بود، مردم دوست داشتن دیگه. از این کوه و کمر و شکست خورده و آورده بودن اینها رو در این کورپوریشن ها و در مدارس به این مردم یاد داده بودن. خود طرفم دوستش این روایات رو بپذیره و به عنوان تبار تاریخی و شناسنامه خودش قبول بکنه یا یک دریافتی بکنه از چیزی به نام پیتریوتیزم که به نام میهن پرستی درست کرد. خب فاز سوم دولت ملت ایرانی فاز اضمحلال کامل تمام ثروت‌های تاریخی است که در وجود انسان این سرزمین که ما به او کرد میگوییم، نه به معنای مفهوم اتنیکی قومی، نه آنچه که شما فکر میکنی اتنیکی قومی است و یک جغرافیایی است و شما بهش میگید شهرهای کرد نشین. نه، ما
فکر میکنیم تمام انسانهای این سرزمین و میتونیم نظریه خودمون رو اثبات بکنیم یک انسان ایدئال دارند و اون انسان ایدئال به مرحله کردیت میرسه و کرد میشه. او انسانی است سلطه ناپذیر، در انقیاد نیست، انسانی است که باور به گناه ازلی و ابتدایی بشر نداره. فلسفه نگاه او کاملا زمینی است و این انسان در این سرزمین زندگی میکرده. پس دولت ایرانی به همکاری ارباب ایالات متحده آمریکا آنچه که شما مد نظرتون از تحول بنیادی ایجاد میکنن. یعنی اگه شما منظورتون اینه و دریافتتون اینه از سکولار دموکراسی تعصب داشته باشی، اتفاق میفته. اگه منظورتون اینه که شما آزادی پوشش و آزادی های فردی داشته باشی، در حد خرید کردن، لباس پوشیدن، از تنتون استفاده کردن، چی بخورید چی نخورید، بله، این اتفاق رو احتیاج نداره مردم انقلاب بکنن. جمهوری اسلامی خودش باید این کار رو بکنه و میکنه و اون این اتفاقیه که اگر منظور شما از تحول بنیادین حالا این نیست. ببینید همین مردم ما، شما از یک چوپان کرمانی بپرس تا یک خارکن اصفهانی تا یک کولبر کرد، شما ازش بپرس دنیای پس از جمهوری اسلامی چه شکلیه؟ بهش میگه دموکراسی. بعد ازش میپرسی خب دموکراسی یعنی چی؟ تصور غالب اینها اینه که خب یعنی اینکه شریعت اسلامی نیست، برعکسشه. خیلی راحت فرمول، هر چی که جمهوری اسلامی میگفت برعکس اون میشه. یعنی این میگفت حجاب داشته باشید، حجاب نداریم. میگفت یک سری چیزها رو نمیتونید بخورید، نمیتونید بنوشید، همه چی میتونیم بخوریم، همه چی میتونیم بنوشیم، بیکن میتونیم بخوریم با مزه عرق سگی میکده قزوین. این اون دریافتیه که همه فکر میکنن دارند و همه فکر میکنن خب این اون تحول بنیادین عظیمه که صورت میگیره. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ما هیچ وقت نتونستیم در مورد ماهیت وجودی تشکیل این نظام سلطه بر سرزمین خودمون صحبتی داشته باشیم. ما اگر خواستیم خودمون رو هم ببینیم در آینه اروپایی ها و از روایت اروپایی ها شنیدیم، یعنی غالبا یهودیان. یعنی من منتظر بودم که یک یهودی به من بگوید که من کیستم، من چطوری فکر میکنم، من چی دوست دارم، من چطوری بایستی زندگی بکنم، من دنیا رو چگونه بایستی ببینم تا اون دنیا زیبا بشه اونطوری که مثلا اون خودش زیبا کرده. پس فکر این چیز غلطی بود و شما بایستی بدانید که این رو تبلیغ میکردن، تبلیغم میکنن خیلی ها. حالا بازگردیم به فرمایشات شما. من این مقدمه رو گفتم به خاطر اینکه این چیزی که شما مطرح کردید به اندازه 500 تا دیبیت حداقل یک ساعته، چیزی حدود 550 ساعت ما دیبیت داریم که پاسخ اینها رو دادیم. ببینید آنچه که شما اینجا مطرح کردید ظاهرا شما به دنبال یک تحول بنیادی هستید. خب ما اگه تحول بنیادین رو این گونه تعبیر بکنیم که شما میخواهید نظام جمهوری اسلامی را تغییر بدهید، اون وقت شما میایید در صف کسانی به نام اپوزیسیون جمهوری اسلامی. حالا شما دارید راهکار میدید، نقد میکنید کار ما رو. شما میفرمایید که ما کار میدانی نمی کنیم، پروژه میدانی نداریم، یک پروسه انتظار غیر علمی داریم، تئوری پردازی میکنیم، عملی نداریم، بیشتر به حاشیه پردازیم تا به متن بنیادی، تخریب پراکنده بدون نتیجه میکنیم، سازندگی وحدت بخش با نتیجه نداریم، مردم بدون هدایتی معنادار و بدون خب حالا توضیح میدی که چرا اینطوریه. حالا منم اینایی که شما فرمایش کردید رو براتون توضیح میدم. ببینید اولا
دوست عزیز، آنچه که ما داریم میکنیم مبارزه هست. مبارزه برای درهم کوبیدن تمام انقیاد و انحصار و انضباطی که بر ما مستولی کردند که از ما بهره کشی بکنند، مقام انسانی ما رو تنزیل بدند و ما رو تبدیل به پروداکت های خودشون بکنند، ماهی املک خودشون بکنند. به همین خاطر ما معتقد نیستیم که با قواعد بازی نظام کورپوریشنی میشه با نظام کورپوریشنی در افتاد. ببینید، در ذهن انسان ها این گونه امروز حاکم کردن که ما دو روایت داریم: یا شما سرمایه‌داری و لیبرالی، یا شما کمونیست و سوسیالیستی، سوسیالیست و کمونیستی. پس یک روایت چپ داریم، یک روایت راست داریم. خب. و خارج از این دو وضع شما نمیتونی دنیای رو متصور بشی، زیرا که این سیستمی که اینها آوردن و ما اصلا نمیتونیم تصور بکنیم که دنیا اینطوری هم میتونه باشه. این خیلی خنده داره، مثل اینه که آدما همش یه مدتی با خرسواری میکردن، با پا راه میرفتن، بعد هیچ وقت نمیتونستن تصور کنن که پروازم میتونن بکنن. اشتباهی که شما فکر بکنی پروازم میتونی بکنی. ببینید، ما خیلی ساله دارن بهمون میگن پیشرفت بکنید. چرا مردم ما پیشرفت نمیکنن؟ چرا ما نمیتونیم به تعریف درستی از خودمون داشته باشیم؟ به خاطر اینکه ما صرفا کپی کننده های ناشی هستیم که فقط میخوایم خودمون عرضه بکنیم. ما نه گزارش از خودمون میتونیم بدیم، نه خلاقیتی داریم، نه اصولا باوری به خودمون داریم، نه اعتقادی به خودمون داریم، نه فکر میکنیم ما هم یه توانمندی هایی داریم. ما از آینه دیگران سعی میکنیم مشروعیت زیستی خودمون رو بگیریم و بسیار خرسند میشیم یک اروپایی ما رو ببینه. ما بسیار خرسند میشیم شبیه یک اروپایی باشیم. ما خیلی خرسند میشیم ساوند اسممون شکل اروپایی باشه، ساوند عجیب غریب باشه. ما از دام شیعه در میایم به دام مسیحیت میافتیم. به همین راحتی. حسین خون خدا بود، مسیح خون خداست، هم عراجیف رو میاریم میبریم تو مسیحیت. هم فکر میکنیم عوض شدیم. ما از دام شیعه در میایم دین ساخته شده یهودی، هندی، زرتشتی رو میاریم علم میکنیم، یه مشت محملات رو، و میگیم دین نیاکان ما بوده. ما این شکلی بودیم. پس ببینید، ما اینطوری کار نمی کنیم. ما فکر نمی کنیم که کمپانی بازرگانی مبارزه کردن. ما فکر نمی کنیم احتیاج به اساسنامه داره. ما فکر نمی کنیم 4-5 نفر آدم همچین متخصص امور مبارزه رو صدا میزنیم دور هم میگیم بشینیم، حالا ما وقتی با هم نشستیم داریم صحبت میکنیم، حالا بیایم این استراکچر خودمون رو تعریف کنیم، یه اساسنامه برای این کمپانی بازرگانیمون بنویسیم، بعد به مردم هم بگیم بیاید صاحب بخرید. بعد بیام به مردم بگیم که ما رو خودمون رو پرموت بکنیم، یعنی که خودمون رو عرضه بکنیم، به مردم بگیم که ببینید مردم، ما یه اساسنامه داریم خیلی خوشگله، این اساسنامه‌ای که ما نوشتیم خوشگله، تمام نیازهای شما رو برآورده میکنه، این اساسنامه به شما خوشبختی میده، با خریدن هر پیاز عکه یه خانه برای خودتون تو بهشت بسازید. هر کدوم از شما به این حزب ما بیاد، به این جبهه ما بیاد، رستگار خواهد شد. لطفاً تشریف بیارید. این ببینید، این رویکرد بازاری دنیای مارکتینگ سوسایتی امروزه. این اون چیزیه که در ذهن همه شما کردن که ما یک عده عقل کل داریم، این عقل کل ها میان پروژه می‌نویسن، طرح نقشه راه میکنند که ما در این نقشه راه طی طریق کنیم. ما اصلا اینطوری فکر نمی‌کنیم. تجربیات ما از مبارزه اینو اینطوری نمیگه. مردم این نقش راه از شماها نمیخرن، در هیچ جای دنیا نمیخرن. مردم اتفاقا قشنگ خودش رو دور میگیره، قرار باشه پولی خرج کنه، یاد گرفته که همیشه حق با مشتریه. لذا خیلی قشنگ ایراد میگیره، خیلی قشنگ پس میزنه، خیلی قشنگ ناز میکنه، خیلی قشنگ میخواد بازار رو بچرخه، یه دور بزنه، ارزون ترگیر بیاره، چونه میزنه. این نمیخره این تو. بعد تو مجبور میشی کلاهبرداری بکنی، سعی میکنی هم منیپولیت بکنی طرف رو، مثلا یه ورژن های
مختلفی بدی که همش یه کار کرد داره. 100 نوع خمیر دندان درست کنی، با فلوراید، بی فلوراید، با نعنا، بی نعنا، سفید کننده، یه کمی سفید کننده برای سیگار، همش هم یکیه. توجه میکنی؟ میفتید این ما نه قدرتش رو داریم، نه میتونیم این کامپتیشن رو داشته باشیم، نه راه درستشه. ببینید این کاری که شما میگید ما بایستی بکنیم اینه که ما بریم حالا شروع بکنیم به هر ننه قنبری تو این سرزمین خودمون بگیم تو آدم خوبی هستی. ببین آقای سازگارا، ببین آقای نوریزاد، ببین آقای کدیور، ببین آقای سروش، ببینید برادر ماشالله آجودانی، ببینید آقای شهریار آهی، ببینید آقای محمد رضا پهلوی، ببینید ما همه با هم بیایم بشینیم یه اتحادی بکنیم، مثل این شورای گذار دموکراسی و اتحاد فرشگرد و نمیدونم از این چیزایی که تو دیدین چرت و پرتا، یا مش متخصص ما میاریم اینا اربابن میفهمن سوار گرده مردم بشن. مردم نه، یاد گرفتن زرنگن، همه بازاریان، نمیخرم یا ناز میکنه. چیکار میکنی منو خوشبختم بکنی؟ بهت میگه نه من قبول ندارم این چیزایی که تو میگی، من دوست ندارم. تو غلط میکنی، دوست نداری. طرف وقتی مشتری شد نونور هم میشه. اما وقتی تو مبارزه کردی نازی از طرف نداری بخری، تو جان خودت رو بر دست خودت گذاشتی، تو از درون زخمهای خودت متولد شدی، تو از رنجهای خودت به این شکوفایی رسیدی، ظهور کردی، نازی نداری از کسی بکشی. تو در صف اول سپاه خودت ایستادی با شمشیر آقده در مقابل صف و خیل دشمن. تو نیومدی اینجا که عرضه بکنی، خودتو پرموت بکنی. ببینید شما توجه داشته باشید، من کتابخانه پشت سرم نمیذارم، من کراوات نمیبندم، چون اینها سمبولند از یک انسان طبقه الیت، پسران ال. من عینکم هم در میارم من وقتی صحبت میکنم، کما که مشکل بینایی دارم، نور اذیتم میکنه، اما نمیخوام چهره عینکی باشه. تا مردم عادی این جامعه یاد بگیرن، شهامت پیدا بکنن، هر یاوه‌گویی که میخواد تحت نام مدرک و سواد و تایتل و عنوان با اینها صحبت کنه رو در همش بکوبن. دوست عزیز، پس ببینید ما معتقد نیستیم که مبارزات تجارته و ما در این تجارت بایستی بیایم کمپانی بازرگانی به ثبت برسانیم، بعد سعی کنیم که تحولی درست بکنیم. ببینید شما میفرمایید از تئوری تا عمل، آنچه که ما داریم میکنیم عمل است در راسته تئوری که داریم. ببینید ما تئوری های مختلف داریم، اما بر اساس یک فلسفه وجودی و تعریفی که از خودمون کردیم. استراتژی های مختلفی هم داریم. عمل این کاری که من هم دارم میکنم، دوستان ما میکنند. ما تمامی احتمالات و پروژه های دولت ایرانی رو بررسی میکنیم و قبل از اینکه اونها اصلا حرکت بکنن ما سعی میکنیم حرکت های آیندهشون رو بخونیم و پروژه هاشون رو باطل بکنیم، با افشا کردن، با در مقابلش ایستادن، با زدن ابزارهای دولت ایرانی، کورپوریشن ایرانی. ببینید علی خامنه‌ای چگونه حکومت میکنه بر این جامعه؟ با ابزارهاش. خودشم ابزاره. ببینید ما هر کسی که داره پیام حاکمیت و نظام سلطه رو تکرار میکنه، سوای اون بدیهیاتی که شما میتونید از نظام و مؤسسات دولت ایرانی، وقت ما با فعالین جامعه مدنی روبرو هستیم، وقت ما با معتمدین بر ساخت روبرو هستیم، ما با سلبریتی ها روبرو هستیم، ما با اپوزیسیون روبرو هستیم.
اپوزیسیون. ببینید من توضیح دادم در دیبیت قبلی من به زبان فارسی ظاهرا. اپوزیسیون به همون اندازه که حاکمیت مسئولیت داره، او هم مسئولیت داره. طبق همین روایت کورپوریشنی او هم مسئولیت داره. شما از خودتون بپرسین 41 سال چه این اپوزیسیون نتونسته تکونی بده به این حاکمیت جمهوری اسلامی؟ هر چیزی هم که میگه در راستای بست و تداوم سلطه دولت ایرانی. بخاطر ما اپوزیسیونی نداریم. تمام اینها ذخایر نظامند، کلونی های نظامند و هر کدومشون در سایز خودشون دارن ارتزاق میکنند. من بحثم این نیست که امکان داره مهره هایی ندونند. خیلی ها در این حزب ها، نهادها، سازمان ها بدانند و ندانند، اما ساختار، شخصیت حقوقی، رهبران کاملا در کلونی دولت ایرانی هستند و بابت اون رولی که ایفا میکنند اون عنوان رو دارند، اون تایتل رو دارند و کمکایی دریافت میکنند که بتوانند تداوم حیات بدن و اینها مکمل یکدیگر هستند. ببینید شما بهتر از من میدونید دولت ایرانی هر کسی رو که با کیهان شریعت مداری متنفر میکنه و فرستاده میشه به وایس آف امریکا، اونجا برای شما وایس آف امریکا خانم ستاره درخشش، شادی جوانمردی ذهنیت سازیش میکنن، برمیگردن. پس تو داستان ملخه که شما نمیتونی بجهی، تو مشتی، به هر سمت و سوی که میری در مشتی، به خاطر اون که انحصارات در اختیار اونهاست، ثروت جامعه در اختیار اونهاست، ثروت سرزمین در اختیار اونهاست، ابزارها در اختیار اونهاست. اونها میتونن کار بکنن. ما بزرگترین شانسی که آوردیم در دوران خودمان در هم شکستن این انحصارات توسط اینترنت بود. ما تونستیم صاحب تریبون خودمون بشیم با صدا و تصویر. این امکاناتی که امروز با یک اسمارت فون مهیا شده برای من قابل افورد کردن هست، قبلا برای من امکان پذیر نبود. من یک دوربین فیلم برداری میخواستم، من یک ایستگاه تلویزیونی میخواستم تا بتونم همین نیم ساعت برنامه پخش کنم، 1 ساعت برنامه پخش کنم. و این ثروتی میخواست کلان که از وعده این کار بر بیاد. ولی من امروز میتونم به یمن این شبکه‌های اجتماعی به صورت مجانی و رایگان صدای خودم رو با همرنجان خودم به اشتراک بذارم. ببینید، یا پروسه انتظار غیر علمی، من این مفهوم شما رو نمیفهمم. پروسه انتظار غیر علمی یعنی چه؟ ببینید دوست عزیز، من توضیح دادم آقای ابراهیمی. شما وقتی میخواید با یک بی‌نظمی و آشوبی که روبرو میشید به جنگید، اون وقت باید ماهیت آشوب رو بشناسید. راشم اینه، مثل آلیس در سرزمین عجایب یا مثل تمام این داستان‌هایی که شما میشنوید از اتفاقی که برای قهرمان میفته و قهرمان در آشوب قرار میگیره و قهرمان مجبور سفر قهرمانی بکند، شمشیری به دست بگیرد و بره که اژدهای آشوب رو بکشه تا به گنج استیبلیتی برسه. ما هم در این سفری که کردیم ماهیت این رو فهمیدیم، با کی طرفیم، ما مشکلمون چیه اصولاً. ما چه مشکلی با ساختار محمد رضا شاه پهلوی داشتیم، با ساختار جمهوری اسلامی داشتیم، با ساختاری که قرار است بیارن داریم. ما به عنوان مردمان این سرزمین که در یک وضعیت اردوگاهی، در یک وضعیت زویی هستیم، قرار است در مقابل چه بایستیم؟ ما داریم در مقابل چی مبارزه میکنیم؟ اگر شما میخواید برگردید به صحبتهای کلیشه‌ای بی‌معنی اپوزیسیون مثل یک مش شعار احمقانه‌ای که حقوق شهروندی، حقوق زنان،
حقوق کودکان. ببین من نمیگم شما زحمت نکش نشین فکر بکن که انسان یک حقوقی هم داره، این حقوق ها رو هم میشه این گونه بر بشموری، حالا زن هم یه حقوقی ده. اصلا که اصولا این کار هم نشده. مثلا اینها رو مبارزه نمیدونم. تو بایستی بدونی چی داره تو رو از پا میندازه. تضاد دنیای ما امروز تضاد انسانیت یعنی کردیت است با بردگی. تو در مقابل انقیاد، انضباط و انحصار بایستی بیستی، نه به تنهایی تبعیض. تبعیض بازیچه است که این نظام میخواد به تو بگه. نظام سلطه جهانی میگه تو بایستی در مقابل تبعیضات بیستی. حالا در مقابل تبعیضات این قانون بایستی همه رو به یک چشم نگاه کنه. شهروند درجه 2 و 3 نداریم، ما حقوق شهروندی داریم. حالا بعد این میگرده تبعیض ایجاد میکنه. مثلا حالا کودکان حقوق میخوان، این تبعیض نباید بشه. زنان حقوق میخوان، تبعیض نباید باشه. میگرده قربانی پیدا میکنن. گی ها، لسبین ها، هموسکسوال ها. الا ماشاءالله شما برو گروه های اتنیکی قومی میسازن برات که تو هی بری بالانس بکنی که برابری نیست، ایکوالتی نیست، تبعیض هست و عدالت نیست. اما آنچه که پنهان است، آنچه که اصولاً به مخیله کسی سرایت نمی‌کنه، دوگانه انسان بودن و برده بودنه. ما در یک نظام انقیاد بردگی هستیم که خلعیت شدیم از تمام حقوق انسانی و طبیعی خودمان. ما نه حق حیات داریم، با قوانینی که اینها ساختن، با نظم کورپوریشنی که تعریف کردن و شما اصولاً به عنوان تن آدمی و موجودیت آدمیت حیاتی نداری و حقوقی نداری. تو در وضعیت کاملا زایی هستی. هیچ حقوقی به شما اپلای نمیشه، حتی حقوق بشر. پس تو بایستی به ساورینتی دولت ملتی در بیای تا اون موقع شمول و حقوقی شامل حال شما بشه. پس ما اصلا مشکلمون اینها نیست. ما مشکلمون انسان بودنمون و به تعبیر سرزمینی ما، کانسپتی که ماها ساختیم، کانسپتی که ما از انسان ایدئال ساختیم. و اون انسان ایدئال انسانی بود که این نظام سلطه انقیاد و انحصار و انضباط رو قبول نمی‌کرد. و اون کردیت بود، کرد بودن بود. شما میرفتی در سفر شدن تا به کرد شدن برسی و متبلور میشدی در بزعی کردی. حالا اینها رو ما توضیح دادیم در دیبیت ها. ببینید شما دوست عزیز باستی بدانی نظمی که امروز بر دنیا حاکم است از کجا میاد. این داستان دوست من، روایت سلسله مراتب، هرم، خدا، نزدیکان به خدا، نزدیکان به نزدیکان خدا و طبقه سرویس دهنده خدا، پسران خدا، پهلوانان، قهرمانان، یا الان میشه بگو که نظامیان، بازوهای سرکوب الان، و ما بقیه مردم رعیت. این از داستان آفرینش میاد. داستان آفرینشی که از هندوستانش تا یونانش یک ورژنه، فقط اسم عوض میشن. طوفان نوحش، گناه اولش، انسان گناهکارش، انسانی که اصولاً خاطیست به معنای خطاکار در مقابل یک حقیقت، یک مطلق، و این انسان مجبور است این بار گناه رو بکشه
و لذا این انسان بایستی تزکیه بشه، این انسان بایستی کنترل بشه تا این انسان بتواند به اون تزکیه برسه. شما اگر این رو پی ببرید اون وقت میفهمید در افتادن با این نظام کندن تمام بنیان رو میخواد. دوست عزیز، شما اینجا به نکته اشاره میکنید که من ببینید، شما میگید تخریبگری پراکنده بدون نتیجه یا سازندگی وحدت بخش مردمی با نتیجه. من قسمت اون عمل رو فکر میکنم توضیح دادم. عمل همون کاریه که ما الان داریم میکنیم. شهامت میخواد که شما بتونید از رنجهای خودتون فراتر برید. وقتی تونستید از رنجهای خودتون فراتر برید، رنج دیگران رو هم میبینید، رنجهای دنیا رو هم میبینید، ولی نمیتونید تحمل بکنید. میخواید از این رنجها بکاهید. ببینید، شما دارید یه چیزی رو به نام مهربانی خلط میکنی با چیزی که ما بهش میگیم بزه‌ای. اون اخلاقی که انسان رو به کردیت میرساند با گذار از رنجهای خود، در اون سفر شدن با داشتن یک رسالتی میروی به سوی بیکامینگ. این مستلزم شهامت، مستلزم انسانی است که در درونش شهامت و ماجراجویی هست تا با قدرت بتواند در راه کاستن این رنج ها کار بکنه. ما با کی وحدت بکنیم دوست عزیز؟ اصل اولیه در افتادن با نظام سلطه زدن شاخ و برگ هاشه همزمانی که تو داری سرش رو میزنی. دولت جمهوری اسلامی با تمام اونهایی که من برشمردم ابزار سلطه است، با قوانینش، با روایتش، با روایتی که ما پذیرفتیم، با روایتی که در یک وسواس و تکرار برای ما تکرار میکنند و نیاتی که اونها تعقیب میکنند و برای ما میسازند. لذا حزب دموکرات کردستان ایران کماله بیجا میکنن، ادعا میکنن که نماینده مردم کردن. اینها بر ساختگان سیستم کورپوریشنی هستند که آمده اند کردیت را نابود کنند. آدرس غلط درست کردن، مفهوم قومی اتنیکی آوردن، در چهارچوب یک کورپوریشن گدایی دارن میکنن، مردم رو نابود کردن و به حیات کثیف زالوی خودشون دارن ادامه میدن به بهای نابودی رهایی انسان. اینا کلونی های جمهوری اسلامی هستن. یا تو هر کسی دیگه رو که فکر میکنیم اپوزیسیونه مثلا. اما یه جای اشاره میفرمایید به اینی که ما یه چیز وحدت بخشی درست بکنیم. یعنی ما چه شکلی یه چیز وحدت بخشی درست بکنیم که همه دوست داشته باشن؟ ببینید، امکان نداره شما بتونید چیزی رو درست بکنید که همه مردم دوست داشته باشن. هر کسی بند هوایج و نفسانیات و خواسته های خودشه. به یمن این آموزش پرورش همگانی هم همه متاسفانه یا خوشبختانه با این مدارک فله‌ای همه ادعای میریت بودن هم میکنند و ما میفهمند و خیلی باشورند و خیلی میفهمند دنیا چه خبره و هر کسی میخواد برای خودش یه چیزی باشه و
شما چطور میخواید این وحدت رو ایجاد بکنید؟ وعده میدید، منافع مردم رو برمیشمارید، بهشون حقوق میدید. دلخوش نباشید که ما آب و برق شما رو مجانی میکنیم، ما از اینها بیشتر رو شما میدیم. شما چطور میتونید یه مردم رو متحد کنید؟ مردمانی که هیچ آرمانی ندارن، هیچ مدلی از ایدئال ندارن، مردمانی که به شدت تخریب شدن، مردمانی که حرص و طمع و ولعشون فربه شده، مردمانی که بنیانهای اجتماعی و عاطفیشون نمونده، اجتماعی که اصلا صورت نگرفته، جامعه‌ای که اصلا درست نشده، شهری که اصلا اسم شهر نیست، یه مشتهات سیمانی، کمیونیتی هایی که اصلا درست نشدن. کدام مردم حول چه اتحاد بکنن؟ از این حرفای کورپوریشنی پادشاه بذاریم سمبل ملی، همه میان اتحاد میکنن. نه، یارو مجد تقلید شیعه است، بیاریم بذاریم اونجا دورش اتحاد میکنن. نه، این سردار بیاریم بذاریم اینجا نماینگر آری و برزن باشه دور. نه، اینطوری نیست. پول خرج مردم بکنیم، نشون بدیم بازرگانای گنده ای هستیم، خیلی میفهمیم، پروژه داریم، این پروژه مردم باست. اینطوری نمیشه. شما ایجاد وحدت نمیکنید. ببینید دوست عزیز، مارتین لوتر کینگ سخنرانی داشت به اسم I have a dream. من رؤیایی دارم و من میدونم شما این رو میدونید. وقتی در اون بالکن هتلی که این سخنرانی رو میخواست بکنه، در زمانی که سوشیال میدیا نبود، اینترنت نبود، سمارت فون نبود، به صورت خودجوش از سراسر ایالات متحده آمریکا 400,000 نفر از جمعیتی که غالبا سفید پوست بودن جلو بالکن اون هتل منتظر بودن که آقای مارتین لوتر کینگ سخنرانی مشهور I have a dream رو بکنه. میدونین چرا؟ آقای مارتین لوتر کینگ نیومد بگه که I have a plan. من یه نقشه دارم. مثل این آدمای این سرزمین ما، این میرزا بنویس ها و کارمندان دونپایه احمقی که به دنبال حقوق میگردن، دیدید که یه عنوان و تایتل پروفسوری و دکتری میزنن خودشون میگن که ما عقل کلیم، ما چیزای قشنگی داریم، نقشه راه داریم، I have a plan. نه، آقای مارتین لوتر کینگ گفت که I have a dream. من یه رؤیا دارم. هر کسی در ایالات متحده آمریکا همان رؤیای آقای مارتین لوتر کینگ را داشت، رفت که پای اون سخنرانی بنشینه. او رؤیای خودش رو تعقیب کرد. رهبر از دل مبارزات انقلابی خودش به در میاد. آدمی است که حرکت میکنه، شمشیر دستشه، پشت سرش هم نگاه نمیکنه. هر کی مرد میدونه، هر کی قهرمانه، هر کی رؤیاش مثل اونه، رنجهاش مثل اونه، هر کی میخواست هم قدم بشه هم سنگر بشه، هم سنگر نداشت، در این راه قدم میذاره میاد. به این میگن انقلاب واقعی. به این میگن مبارزات بنیادینی که بنیادی تحول میکنه. دوست عزیز، اگر تو با یک مشت فاسد بی اراده متزلزل هیچ کاری نمی کنی، از درون هیچ صندوق رأیی در این دنیا هیچ تحولی صورت نمیگیره. دوست عزیز، ما میتونیم ساعتها بشینیم تاریخ این نظام‌های استعمارگر رو بررسی کنیم تا ببینیم تفاوت استعمار اسپانیایی و استعمار بریتانیایی چه شکلیه. چرا اینطوری شد؟ بریتانیایی ها فرشته بودن، اسپانیایی آدمای کثیفی بودن. نه دوست عزیز، اینی که ما فکر بکنیم یه پروژه داریم و این پروژه رو میاریم پرموت میکنیم و بیاید مردم حولی آخوندا کثیفن، آخوندا خیلی بدن، آخوندا دزدن، آخوندا عربن، اینا رو خودشون میگن. اونا یه طبقه اولیگارش میخواستن درست بکنن، این روایت آوردن، یک فسادی رو درست کردن، جامعه رو
به اون جایی که رسوندن که بایستی برسونن، حالا میخوان یک روایت دیگر رو سوار کنن. توجه میفرمایید؟ به همین خاطر ما دیبیت هایی که داریم داره اعتبار شاخ و برگ های حاکمیت رو میزنه، نمیذاره مردم در یک دور تسلسل باطل بیفتن. سخنان ما اگر امروز هم تحول ایجاد نکنه که کرده است، ما حداقل بساط این انتربازی ها رو در کردوار جمع کردیم. بخشی که شما بهش میگید استانهای کردستان جمع کردیم، تو ما بقیه هم جمع میکنیم و نمیذاریم کسانی که باز تولید نظام انقیاد میکنند، کسانی که در کلونی سیستم کورپوریشنی ایرانی هستند بودند، حیات و مماتشون به اون بستگی داره، نمیذاریم اینها خودشون رو به عنوان مبارزین و ورژن آخر انقلابیگری و ورژن آخر انسانیت و بشریت و اومانیسم و این چیزها جا بزنن. و نمیذاریم اینها احساس شیک بودن بکنن با یک مشت اراجیف و مخملاتی که میان ردیف میکنن، با کپی برداری هایی که میخوان از بابا آمریکا و دنیای غربشون بکنن، بدون اینکه هیچ واقعیتی از دنیای غرب رو ارائه بدن، هیچ عمق و هیچ بینشی داشته باشه این کلامشون. به همین خاطر آنچه که شما دارید میگید زمانی امکان پذیر بود که ما یک تریبون قدرتمند میداشتیم، ابزار میداشتیم. ما بر هیچ کدام از روایت هایی که بتونه کارمند کسی دیگه‌ای بشه سوار نشدیم. عربستان سعودی، اسرائیل، بابا آمریکا، خود جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران ما را تغذیه بکنه از لحاظ مادی موجود نیست. تریبون ما دوست عزیز یه پیج فیسبوکی شخصیه، تمام یاران راهبرین عده‌ای انسان‌های قهرمان انقلابی هستند که دارن انقلابیگری میکنند، کار میکنند در هر جایی که باشند. ما فکر میکنیم عده‌ای قلیلی جامعه ای رو میتونن عوض بکنن، جامعه ای رو میتونن سمت و سو بدن. و به خاطر عنوان و تایتل اصلا برای ما مهم نبود. آنچه که برای ما مهم بود این بود میتونستیم ایجاد پرسشگری بکنیم و جذابیتی درست بکنیم، لذتی درست بکنیم در مبارزه به قول شما بنیادی کردن، در واقعیت زیستند و تلاش برای حقیقی بودن. اون کاری بودی که ما کردیم، سعی کردیم بکنیم و این برای بار اول بود این کارها در این سرزمین ما اتفاق میافتاد. ما نرفتیم بریم از مفاهیم دموکراسی و سکولاریسم و حقوق زن و کودک و اینا صحبت کنیم. ما مثلا انقلابی خودمون رو در مقابل نظام سلطه از در داستایوفسکی در آوردیم. از دل مارکز در آوردیم. بله ماشاءالله که شما بایستی ببینید. از دل فیلم در آوردیم. ما روایت انقلابی خودمون رو ساختیم، میدونیم چی میخوایم، میدونیم به کجا میخوایم بریم. ما ایده انقلابی درست کردیم، یک ایده بنیان برافکن، زیر و زبر کننده. حالا من عجله دارم، میخوام این دوران رو خودم ببینم، باعث میشه که من تن بدم به هر خفتی، هر چرخشی در نگاه خودم ایجاد بکنم، با قواعد اونها بازی بکنم. نه، من این کارو نمی کنم. من تا اون زمانی که خودم زندم، دوستان هستن، یاران هستن، ما میرویم به طرف شدن. پراکندم کار نمی کنم، خیلی سیستماتیک داریم کار میکنیم.
تحلیلی که ما ساختار کورپشین ایرانی کردیم اینا رو حیران کرده. از این برادران یهود آنوسی از زمان میرزا ملکم خانشون تا میرزا رضای کرمانی و آخوندزاده ما در مقابل 200-300 سال تلاش سیستماتیک برای نابودی مردمانمون و سرزمینمون ایستادیم. یک تنه در زمانی که داشتیم نابودی رو به طور مطلق تجربه میکردیم. آدمی بعضی موقع در فشار در کیوس بزرگ ناگهان جهش میکنه، ناگهان میتونه به کلکتیو آنکانشس خودش بره و اون گنج وجود رو بشکافه و بتونه سیستم امنیت روانیش جریانی رو رقم بزنه که جلو نابودی رو بگیره. دوست عزیز، همونطوری که بدن شما سیستم امنیتی داره از لحاظ فیزیکی در مقابل میکروب و ویروس و باکتری و اینها، ما یک امنیت روانی هم داریم. به همین خاطر کار وقتی به جای نابودی میرسه دیگه داستان استالین و دولت آمریکا و هیتلر و بریتانیا و داستانهای برافتاده‌ای میشن. من امیدوارم که تونسته باشم پاسخی به سوالهای شما داده باشم. پس ما کاملا بنیادین عمل میکنیم مستقیما درگیر با متن اصلی و دولت و سیستم هستیم. آزادی هامونم بسیار رادیکاله. به دنبال انسان ایدئال سرزمین خودمان میگردیم. این جغرافیایی که از آن ماست، از آن انسان کردی است و حول این بایستی تمام تخریب هایی رو که از این مردم کردن درست کنیم و مجالم نمیدیم که با تحمیق کردن مردم بر گرده حماقت مردم سوار بشن، بر گرده ترس های مردم سوار بشن. ما این مجال نمیدیم. تریبون ما کوچیکه اما براست. تریبون ما مخاطبین تریبون ما انسان هایی مثل شما هستن، انسان هایی که به صورت حرفه‌ای چه دولتی چه غیر دولتی دارن کار سیاسی میکنن. هم اونا میفهمند ما خوب با اونا در افتادیم، هم اونهایی که قهرمانند، پهلوانان دنیای کیاسند، اونا هم میان. به همین خاطر ما تنها نیستیم. ما اتفاقا تونستیم که جریان انقلابی و متن انقلابی خودمون داشته باشیم. اینه که ما کمتر به زبان فارسی فرصت کردیم صحبت بکنیم نه به این دلیل بود که ما اهمیتی نمیدیم به ما بقیه سرزمین کردوار، نه به این دلیل بود که ما فکر میکنیم کسی که امروز متاسفانه یا خوشبختانه به هر دلیلی تنها زبانی که تکلم میکنه این زبانه، ما آرمون میاد با این زبان صحبت بکنیم یا گاردی در برابرش داریم. نه، ما فکر نمی کنیم که زبان هویت قومی اتنیکی به هیچ کسی میده. فکر نمی کنیم که بایستی کسی رو زبانش رو ممنوع کرد یا ازش متنفر بود. نه، ما در مقابل خصایا، صفات و شدنها گارد داریم. ما نمیذاریم انسان ها برده باشن، نمیذاریم بردمون بکنند. داستان ما اینه که فرصت نشد. حجم فساد انقدر بالا بود که فرصت نشد که ما هم دیبیتی به گورانی داشته باشیم، هم دیبیتی به فارسی داشته باشیم.
اگر تکرار مکررها شد برای خیلی ها، به خاطر اینه که مجبوریم. من ابتدا ساکن بعضی از دیبت‌های فارسی رو مجبورم از اول کرونومتری سری چیزها رو بگم، به خاطر اینکه جا بیفته. به همین خاطر ما مشعلی رو برافروختیم، ایده ای رو ساختیم که این ایده در دستان خیلی ها قرار میگیره و بالاخره تحولات خودش رو میکنه. ما مطمئنیم این زندگی در فساد و این زندگی در نابودی راهی به سوی سعادت نمیبره. ما مطمئنیم انسان ها دچار خلأ شدن، انسان ها زیر این سیستم انقیاد دارن له میشن، نابود میشن. ما این رو به عینه در کشورهای غربی میبینیم. شما نمودی از بشر بودن و جامعه نمیبینید اینجا. شما با مشتی پزنت اینجا رو هستی، یه مشت از رعیت کمتر رو هستی که در انقیاد مطلقن. داستان اینه و ما چرا به سوی و در سوی شدن خودمونم هستیم. هر کسی هم که انقلابی باشه، این گونه باشه، باشم صحبت میکنیم، گفتگو هم داریم، از نقدشون هم استقبال میکنیم. ببینید شما کلن آنچه کامنت گذاشته بودید در راستای این بود که از ما یک چهره‌ای بسازید گویا بر علیه سعادت مردم و مردم انقلابی هستیم که میخوان انقلاب بکنن، ما جلوشون رو گرفتیم. اینطوری بود، شکلی بود صحنه. اما من هیچ گاردی ندارم. شما نظر سیاسی خودتون رو ترک کردید، کامنت گذاشتید و من استقبال میکنم از کسی که میدونه چطوری نظر سیاسیش رو مطرح کنه، چطوری نگاه خودش رو برجسته بکنه و پرسش بکنه، حتی اگر میخواد استنباطات خودش رو در مورد کسی بنویسه. و همین خاطر من دوستان واجب دونستن که پاسخی به شما داده باشم. امیدوارم این مقدار کافی بوده باشه. من هم مقداری خسته بودم. به همین خاطر اگر توضیحات تکمیلی واجب بود، دوستان تشخیص دادن، حتما توضیحات تکمیلی در آینده خواهیم داشت. روزتون خوش.